دوستان عزیز، در این ویدیو میخوایم جملات بسیار کاربردی و محاوره‌ای را که روزمره زیادتر از آنها استفاده میکنیم به صورت پرسش و پاسخ با هم دیگر تمرین بکنیم و یاد بگیریم. سوال اول ما شما هست What time do you wake up? What time do you wake up? Wake up به معنی بیدار شدن از خواب هست. What time do you wake up? ساعت چند بیدار میشوی؟ I wake up at 6:30. I wake up at 6:30. ساعت 6:30 بیدار می شوم. سوال دوم What time do you get up? What time do you get up? ساعت چند برمیخیزی یا بلند می شوی؟ اینجا wake up به معنی بیدار شدن هست. زمانی که شما از خواب چشمانتان را باز می کنید. اما get up به معنی بلند شدن از تخت خواب هست یا بیرون شدن از تخت خواب هست. What time do you get up? ساعت چند بلند می شوی؟ I get up at 6:45. ساعت 6:45 بلند می شوم یا بر می خیزم. What time do you go to work? What time do you go to work? ساعت چند سر کار می روی؟ I go to work at 7. I go to work at 7. ساعت 7 سر کار می روم. What time do you start work? What time do you start work? ساعت چند کار را شروع می کنی؟ Start شروع کردن. I start work at 7:30. I start work at 7:30. ساعت 7:30 کار را شروع می کنم. What time do you have lunch? What time do you have lunch? have اینجا به معنی داشتن نیست بلکه به معنی خوردن یا صرف کردن هست. ساعت چند نان ظهر یا نان چاشت را میخوری؟ I have lunch at 12:10. I have lunch at 12:10. ساعت 12:10 نان ظهر یا چاشت را میخورم. سوال بعدی What time do you finish work? What time do you finish work? ساعت چند کار رو تمام میکنی یا کارت تمام میشود؟ Finish تمام کردن یا تمام شدن. I finish work at 4:30 p.m. p.m. به معنی past meridian هست، به معنی بعد از ظهر. I finish work at 4:30 p.m. ساعت 4:30 بعد از ظهر کارم تمام میشود. What time do you get home? What time do you get home? اینجا get به معنی رسیدن هست. ساعت چند خانه می رسی؟ I get home at 5:05 p.m. ساعت 5:05 خانه می رسم. صفر را شما در اگر بخواین بیان بکنین میتونین از او هم استفاده کنین. میتونین 0 هم بگوین، میتونین او هم بگوین. I get home at 5:05 p.m. ساعت 5:05 بعد از ظهر خانه می رسم. What time do you go to the gym? What time do you go to the gym? اینجا یک تو از قید قلم مونده و شما او را در نظر بگیرین. What time do you go to the gym? ساعت چند به جیم می روی یا به ورزشگاه می روی؟ I go to the gym at 5:20 p.m. I go to the gym. من به کلب یا ورزشگاه می روم. At 5:20 p.m. ساعت 5:20 بعد از ظهر. What time do you take a bath or shower? Take a bath یا shower هر دو به معنی حمام کردن یا دوش گرفتن هست. What time do you take a shower یا what time do you take a bath? ساعت چند حمام میکنی یا شاور میکنی؟ I take a bath or shower at 6:45 p.m. I take a bath or I take a shower at 6:45 p.m. ساعت 6:45 حمام میکنم. What time do you have dinner? What time do you have dinner? نان شام را ساعت چند میخوری یا مصرف میکنی؟ بیشتر هم گفتیم که have و معنی خوردن هست یا نوشجان کردن هست. I have dinner at 8 p.m. I have dinner at 8 p.m. ساعت 8 بعد از ظهر یا شام
نان شام یا نان شب را میخورم یا مصرف میکنم. دوستان عزیز، این بود از سوالات امروزی. امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آمده باشه و لطفاً با لایک و فالو این صفحه ما را همچنان حمایت بکنید.